ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده دهه اتفاق به جای امن کوچانیده شده برای زیست موقتی شهرک خیمه ها تشکیل نموده بهر پیشگیری از همه گونه بیماری های سیرایتی تمام خیمه های زیست دیزینفکسیا کرده شده اند. گروه طبیبان نیز به طور شبانه روزی در خدمت ساکنان ضرر دیده می باشند. امروز مردم ناحیه وخش کارمندان اداره و مؤسسه های ولایتی و ناحیوی اختیاراً از کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان مقامات محل حفظ حقوق جوانان اعضایان گروه اوانگارد سربازان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گراجدانی جمهوری تاجیکستان خبرنگاران وسایط اخبار عامه به کارهای برطرف سازی جلب شده اند. با اطلاع مسئولین تا بنیاد آخرین منزل زیست همه روزه برای ساکنان شهرک خیمه ها طعام گرم نصف روزی و بگاهی تامین کرده می شود. امروز مردم شرفمند کشور از تمام مناطق مملکت با قدر امکان کمک و دستگیری خود را به مردم از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه وخش دریغ نمی‌دارند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود صابرسم تصمیم گرفته است تا در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای ملت تمام کوچه‌های دهه اتفاق را پرره سنگفرش نماید. امروز طوری که می‌بینید در شهرک خیمه‌های واقع در دهه اتفاق جماعت دهاتی 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در ناحیه وخش کار با سرعت ادامه دارد. کارهای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی که شام 11 می سال جاری در همین دهه به وقوع پیوسته بود عین حال ادامه دارند. تکنیکای لازمی از جانب کمیته حالتهای فوق‌العاده با دستوری به واسطه رئیس ولایت ختلان محترم قربان حکیمزاده به این محل آورده شده است. در شهرک خیمه ها زیاده از 30 عدد خیمه نصب کرده شده است برای خانواده هایی که منزل هایشان کاملا خراب شده است. کارمندان اداره و مؤسسه های ناحیه زیر رهبری رئیس ناحیه وخش از روزهای اول به میان آمدن سیل بهر برطرف کردن عاقبت آفت طبیعی در پهلوی مردم ضرر دیده قرار گرفته این شب و روز با همراهی اختیاریان خانه های قسما ضرر دیده را از لایقه تازه کرده ایستادند. چطوری که ما همگان میدونیم سنه 11 می سال روان بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل ساکنان جماعت 20 سالگی استقلال تاجیکستان دهه اتفاق ضرری زیاد دیدن. از این لحاظ امروز طبق ستاد ولایتی تمام تشکیلات مؤسسه‌های ولایتی در اینجا برای هر چیز زودتر برطرف کردن آفت‌های طبیعی کمر همت بستند. از این لحاظ طبق ستاد ولایتی امروز تمام تشکیلات و مؤسسه‌های ولایتی برای هر چیز زودتر برطرف کردن آفت‌های طبیعی تمام چاره‌های لازمه را اندیشیده ایستادند. معاون سروزیر مملکت دولتعلی سعید رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده با دستور بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دهه اتفاق جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان ناحیه وخش تشریف آورده با ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده صحبت نمودند. گفته شد که تمام ساکنان ضرر دیده شهر و ناحیه های کشور علل خصوص ناحیه وخش زیر توجه و غمخوری رهبر دولت قرار دارند. اینجا معاون سروزیر مملکت را یک قطار کارمندان وزارت و کمیته ها نمایندگان تشکیلات های بین المللی همراهی نموده عاقبت آفت طبیعی به عمل آمده را از نزدیک دیدند. مسئولین با همراه ساکنان دهه اتفاق بابت بنیاد منزل ها مبادله افکار نمودند. رئیس ولایت در اثنای ملاقات با ساکنان دهه اتفاق با اطمینان کامل گفتند که تا جشن افتخاری و تاریخی ملت 30 سالگی استقلال دولتی شهرچه نو زمانوی بنیاد می‌گردد. بگاه 14 می با دستور و سفارش پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کاروان ماشین‌های پربار مصالح ساختمانی عبارت از 40 تن آرماتور، 200 متر مکعب تخته، 200 تن سمنت برای سر وقت بنیاد و نوسازی کردن منزل‌های استقامتی ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده دهه اتفاق جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان ناحیه وخش دسترس کرده شد. غمخواری و دستگیری دولت و حکومت تاجیکستان نسبت به ساکنان ناحیه وخش که از آفت طبیعی چند روز اخیر ضرر دیده اند باعث روح بلندی عائله ها گردیده آنها خود را در این روزهای دشوار تنها حس نمی کنند. این تدبیرها در دایره تطبیق سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود.
лозим ба ёдоварӣ аст ки бар асари боронҳои шадид ки ба сел мубаддал гардид ба сокинони ҷамоати деҳоти машъал ваҳдат ва бисолагии истиқлолияти тоҷикистони ноҳияи вахш зарар расонида дар натиҷа 60 хонаи истиқоматӣ пурра хароб гардида 90 манзили дигар қисман зарар дидаанд. ҳамчунин 1900 гектар зироатҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва назди ҳавлигӣ пурра зери обулой монда аст.